به نام خدا. سلام به شما بینندگان گرامی، وقتتون بخیر. قدیر علوی هستم و به اتفاق همکارانم از استودیوی بیروت شبکه سحر با برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های نبض عبری در خدمتتون هستیم. توی این برنامه طبق معمول آخرین تحولات و نگاه‌ها و دیدگاه‌های روز در داخل سرزمین‌های اشغالی رو با تاکید بر منابع صرفاً عبری بررسی می‌کنیم. مهمون من توی این برنامه آقای مرتضی سماوی، تحلیلگر سیاسی هستند. آقای سماوی سلام، خدمت شما خیر مقدم عرض می‌کنم. سلام، عرض ادب و احترام دارم هم خدمت شما هم خدمت بینندگان عزیز. خب از ایران تا لبنان، مهمترین دغدغه ترامپ و نتانیاهو در آستانه دو انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا و انتخابات کنیست در سرزمین‌های اشغالی مربوط به ایران و تنگه هرمز و لبنان و جنوب این کشور و حزب اللهیه که همچنان مثل کابوسی بر فکر و ذهن این دوتا سنگینی میکنه. در حالی که به انتخابات میان دوره‌ای توی آمریکا و کنیست توی سرزمین‌های اشغالی نزدیک میشیم، همچنان مسئله ایران در صدر توجهات محافل بین‌المللی قرار داره. تحلیلگرای سیاسی، منطقه‌ای و بین‌المللی بر این باورن که ادامه ناکامی ترامپ توی حل مشکلاتش با ایران میتونه بخت پیروزی اون و جمهوری‌خواهان رو در انتخابات پیش رو به شدت با چالش مواجه کنه. در همین حال مجامع صهیونیستی روی این مسئله تاکید میکنن که انتخابات کنیست و پیروزی نتانیاهو در اون در واقع تابع چیزیه که بین ایران و آمریکا اعم از جنگ یا صلح رقم خواهد خورد. נכון, אני מסכימה איתך, ובן אמר כאן דבר מאוד נכון, המלחמה הזאת... درست است، با تو موافقم. تلاش ترامپ برای تبلیغ جنگ با ایران در برابر افکار عمومی آمریکا بسیار ناموفق بود. او به جای اینکه بر این واقعیت تاکید کند که رئیس جمهور آمریکا با چندین تلاش برای ترور از سوی ایران مواجه شده است و به جای اینکه این مسئله را به یک تهدید امنیتی داخلی تبدیل کند، همان گونه که دولت آمریکا در طول جنگ جهانی دوم انجام داد تا افکار عمومی آمریکا را برای حمایت از جنگ قانع کند و در آن زمان عملیات گسترده‌ای در زمینه آگاهی رسانی و افکار عمومی انجام داد، این کار را در جنگ با ایران انجام نداد. ترامپ خود را در معرض حمله از هر دو طرف قرار داد، هم از سوی جمهوری‌خواهان افراطی و هم از سوی دموکرات‌های آمریکایی. از آنجا که ترامپ به ایرانی‌ها اعتماد ندارد و آنها را نمی‌شناسد، همان بازی همیشگی خود را انجام داد، یعنی بازی با ذهن روزنامه‌نگاران و گفتن مطالبی که عملی نمی‌کند. اما ما در اسرائیل با یک مشکل بسیار بزرگ روبرو هستیم. آنچه اکنون در جبهه خودمان در حال رخ دادن است این است که اسرائیل منتظر است ببیند ایران چه خواهد کرد. ما نیز به انتخابات کنیست نزدیک می‌شویم. فقط آمریکا نیست که به انتخابات ماه نوامبر نزدیک می‌شود. ما نیز به انتخابات نزدیک می‌شویم و ممکن است تغییرات و تحولات مختلفی رخ دهد. ضمناً می‌دانم که ایران در اینجا تحرکاتی دارد که بعداً مطلبی درباره این تحرکات برایت می‌فرستم. اقداماتی برای مختل کردن انتخابات در اسرائیل.
و ایران واقعاً در حال انجام چنین کاری است. اکنون نیز عوامل ایرانی به طور فعال در شبکه‌های اجتماعی اسرائیل فعالیت می‌کنند. رابطه انتخابات رژیم صهیونیستی کنیست با انتخابات آمریکایی و مسئله ایران و آمریکا چجوری با هم دیگه تفسیرش می‌کنید؟ خب مسئله انتخابات خیلی مسئله مهمیه، مخصوصا اینکه همپوشانی داره از لحاظ زمانی انتخابات آمریکا و انتخابات کنیست. چیزی که باید متوجه بشیم این که الان نتانیاهو که توی قدرت هست چی میخواد از انتخابات و ترامپ چی میخواد. وقتی برمیگردیم به نتانیاهو، الان چیزی که میخواد نشون بده به داخل سرزمین های اشغالی این هست که داره پرونده ها رو یعنی به صورت بسیار قوی داره مدیریت میکنه. چون الان یه پرونده هایی باز کرد از زمان نخست وزیریش مثل غزه، لبنان، ایران. الان موضوع ایران مهمه چون تموم نشده، اهمیتش به این هست و میخواد نشون بده که موضوع ایران رو یعنی با قدرت داره مدیریت میکنه. برای همین نیاز داره به یک تنش، چه در لبنان چه در ایران. این ممکن هست دیگه دغدغه امنیتی نیست فقط برای نتانیاهو، بلکه یه ابزار انتخاباتیه. اگه احساس کنه داره انتخابات رو میبازه، ممکنه این تنش ها رو افزایش بده. از اون طرف ترامپ الان نیاز به یک آرامش نسبی داره. اون هم خیلی تحت فشار توی آمریکا، تحت فشار افکار عمومی هست. برای همین میخواد توافق نامه هایی که توی منطقه صورت گرفت، چه تو غزه شورای صلح غزه، چه با ایران تفاهم نامه و اینا، میخواد اینها رو به عنوان یک پیروزی در داخل آمریکا به مردم نشون بده. برای همین الان یعنی نمیخواد تنش از یه حدی بیشتر بشه. نتانیاهو به تنش نیاز داره و ترامپ میخواد این تنش از یه حدی بالاتر نره. برای همین شاهد این هستیم حتی توی لبنان یه تنش حالا افزایش پیدا کرده در روزهای اخیر، و اینکه توی سوریه اسرائیل به دنبال این بود که یک ضربات نظامی انجام بده، ولی خب ترامپ قبول نکرد. الان ترامپ یه حالتی هست که میخواد فضای موجود رو حفظ کنه، ولی نتانیاهو ممکنه نیاز داشته باشه به اینکه این تنش بار دیگه کاری بکنه. بله، این باعث میشه که الان ما چیزی که توش باشیم نه یک جنگ تمام عیار باشه، چون یک جنگ تمام عیار ممکنه از دست خارج بشه، نتایجش ممکنه مشخص نباشه از الان، و نه یک آرامش کامل، چون نیاز دارن یک تصویری قدرتمند از خودشون جنگ ارائه بدن. فرسایشی باشه. بله. حالا که همونجور که توی گزارش دیدیم می‌بینیم که خیلی نگرانیشون بیشتر شده که ایران تاثیر بذاره توی انتخاباتشون. ماجراش چیه؟ نگرانی های اسرائیلی ها فقط یعنی محدود به یعنی خبرگزاری ها و رسانه ها نیست، بلکه حتی به صورت رسمی رئیس شاباک در مورد این تهدید صحبت کرده و اخطار داده. خب این میتونه دو تا نکته میشه اینجا اشاره کرد. یکی، خب این تهدیدها طبیعتاً ایران میتونه تأثیرگذار باشه، ایران، روسیه و چین توی انتخابات، و به سمت این برن که مردم رو به نتیجه انتخابات بی‌اعتماد کنن. این میتونه یکی از روش ها باشه، نه فقط تأثیر بر اینکه چه حکومتی پیروز بشه، چون الان دعوا در داخل اسرائیل بر سر اینکه کی قوی‌تر این پرونده ها رو مدیریت میکنه، کی ضربات مهلکتری به دشمنان اسرائیل میزنه. پس دعوا بر سر این نیست که کی جنگ رو ادامه بده و کی جنگ رو متوقف کنه، بلکه بر اینه که کی به نفع اسرائیل بیشتر عمل خواهد کرد. برای همین تأثیر ایران میتونه بر این باشه که مردم رو به نتیجه انتخابات بی‌اعتماد کنه، حالا با روش هایی که خیلی گفتن در فضای رسانه‌ای. و اینکه یه دلیل دیگه هم که میتونه داشته باشه، دارن خیلی در مورد این صحبت میکنن، این هست میتونه بهانه سازی باشه برای حزب لیکود، مثل یعنی اتفاقی که توی 2020 تو آمریکا افتاد و ترامپ نتیجه انتخابات رو قبول نکرد. این میتونه یه زمینه‌ای باشه که اگه نتانیاهو رأی نیاورد توی انتخابات، حزب لیکود بگه که این انتخابات معتبر نیست، با دخالت حالا ایران، روسیه، چین، این انتخابات نتیجهش یعنی تقلب شده یا اتفاقی رخ داده. این میتونه یه زمینه سازی هم باشه برای این مورد. بسیار خوب. بعد از ماجرای کمبود مهمات توی آمریکا برای ادامه نبرد با ایران،
این روزها خبر فرار مخفیانه ترامپ از ترکیه و از ترس حملات ایرانی‌ها به هواپیمای اون در صدر توجهات محافل و رسانه‌های صهیونیستی قرار گرفت. صهیونیست‌ها مدعی هستند که در این خصوص اطلاعاتی مبنی بر تلاش ایران برای هدفگیری هواپیمای ترامپ رو در اختیار اون قرار دادن. موضوع بسیار شرم‌آور دیگری هم برای ترامپ وجود دارد. نمیدانم آیا بینندگان این خبر را شنیدند یا نه. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که ترامپ در آخرین لحظه مجبور شد برنامه خود را تغییر داده و از ترکیه بازگردد. بله، اسرائیل اطلاعاتی را در اختیار ترامپ قرار داد که نشان میداد قرار است او در ترکیه ترور شود. به همین دلیل هواپیمای ایرفورس وان را که قرار بود با آن پرواز کند با هواپیمای دیگری جایگزین کرد و مخفیانه در عملیاتی هوایی و در برابر چشمان ایرانی‌ها از آنجا خارج شد. اسرائیل دولت ترامپ را با اطلاعاتی امنیتی مطلع کرد که شامل تهدید ایران برای استفاده از موشک‌های دوش‌پرتاب علیه هواپیماها و هدف قرار دادن هواپیمای ریاست جمهوری ایرفورس وان بود. همین مسئله باعث شد که ترامپ دست به یک عملیات فریب بزند و با استفاده از یک کامیون تدارکات ترکیه‌ای و یک هواپیمای نظامی از آنجا خارج شود. این مسئله تا حدودی برای او شرم‌آور بود. کسانی که قصد ترور او را دارند و او را در صدر فهرست اهداف خود قرار داده‌اند، این در حالیه که او برای مذاکره با آنها به آنجا می‌رود. مواجهه کنونی با ایران یک رویارویی اقتصادی و سیاسی است، زیرا ترامپ می‌خواهد قیمت نفت بسیار پایین بماند. او می‌خواهد بدون جنگ خود را به آغاز ماه نوامبر و زمان انتخابات برساند. اگر آمریکایی‌ها تا آن زمان بتوانند ذخایر راهبردی موشک‌های خود را دوباره تامین کنند، دیگر چه مشکلی وجود خواهد داشت؟ آقای سماوی، ماجراش چیه؟ فرار ترامپ و حمله به هواپیماش و تلاش ایرانی‌ها برای کشتنش و اینکه اصلا چه ربطی داره؟ چرا صهیونیست‌ها اینقدر مانور دادن روی این مسئله؟ خب حالا همونطور که گفتن چند تا روایت هست، ولی خب روایت اصلی همون که سرویس اطلاعاتی اسرائیل به آمریکایی‌ها هشدار دادن و این منطقی تر به نظر میرسه، چون یه صحبت‌هایی هم بود، داستان‌هایی مبنی بر این که حالا اون تیم امنیتی ترامپ یک فردی رو مشاهده کردن که موشک دوش پرتاب حمل می‌کرد نزدیک محل اقامت. البته خب این زیاد زیاد منتشر نشد، ولی خب اون روایت اصلی منطقی تر به نظر میرسه. دلیل این که اسرائیلی ها خیلی روی این مانور دادن همش برمیگرده به ایران. یکی توجیه حمله به ایران، توجیه هر گونه حمله به ایران، این میتونه خودش یک دلیل باشه. این روایت که ایران خطرناک هست و حتی یعنی توی ترکیه که مثلا یک همسایه ایران هست ممکنه این اتفاق بیفته و مهمتر از همه پیوند دادن منافع اسرائیل با آمریکاست. یعنی اسرائیل عملا داره به آمریکا میگه که این خطر ایران خطر برای آمریکا هم هست، این جنگ آمریکاست. برای همین پیوند دادن منافع در طولانی مدت هم و تهدید شخصی ترامپ خیلی میتونه مهم باشه برای اسرائیل و نتانیاهو. برای همین روی این مانور دادن. و اما در لبنان، در حالی که بعد از آخرین نشست نمایندگان رژیم صهیونیستی و حکومت لبنان توی روم، برخی منابع نزدیک به هیئت مذاکره کننده لبنانی تصریح کردند که توی این مذاکرات رژیم صهیونیستی حاضر نشده به اونا حتی وعده جدیداً بده، اما همچنان حکومت لبنان و به ویژه دولت این کشور بر ادامه مذاکرات اصرار داره. در همین حال برخی منابع لبنانی پیش بینی می‌کنند که به زودی رژیم صهیونیستی حملات خودش رو برای تصرف و اشغال ارتفاعات علی طاهر از سر بگیره. به نظرم بزرگترین رویداد تاریخی که اکنون در پیرامون ما در حال رخ دادن است و به اندازه کافی به آن اهمیت نمی‌دهیم، آن چیزی است که با لبنان اتفاق می‌افتد. کشوری که خون بسیاری از اسرائیلی‌ها در طول دهه‌های متمادی در آن ریخته شده و هزینه‌های بسیار سنگینی برای ما داشته، اما اکنون با ما در یک تالار و سالن می‌نشیند. نمایندگان عالی رتبه اسرائیل در کنار نمایندگان لبنانی قرار می‌گیرند، یکی در کنار دیگری و پرچم لبنان در کنار پرچم اسرائیل. این به خودی خود برای ما یک رویداد تاریخی است. وقتی که مقامات لبنان علیه حزب الله و علیه جریان‌های درون دولت اقدام می‌کنند و در این حال مستقیما با اسرائیل می‌نشینند، نه پنهانی و نه از طریق واسطه. البته آمریکایی‌ها هم در صحنه هستند، اما ما رو در رو با لبنان می‌نشینیم و این برای ما یک رویداد تاریخی است.
حالا انگار به نظر میرسه بنا نیست آب از این مذاکرات رژیم صهیونیستی برای لبنانی‌ها گرم بشه. حالا نظر شما در مورد مذاکرات چی بوده تا الان و آیندهش چجوری می‌بینید؟ خب ببینید، قطعا قرار نیست هیچ اتفاق عملی بیفته توی این مذاکره ها. این قبلا هم که بین دو تا جنگ یه نوع مکانیزمی تدارک دیده بودن برای آتش بس، خب عملا اون به هیچ جایی نرسید و جایگزین شد با مذاکره مستقیم. الان هم یه جوری این توافق و این مذاکرات در حال پیشروی هست که اسرائیل هیچ تعهدی نداره، در مقابل دولت لبنان تعهداتی داره با زمانبندی مشخص. یعنی وقتی دولت لبنان مثلا تعهد داده تا پایان سال حزب الله رو خلع اصلاح کنه، در مقابل عقب نشینی اسرائیل هیچ زمانبندی نداره. در عمل هم مشاهده این هستیم که حتی اون مناطق آزمایشی که مثلا پیشنهاد شده بود یه مناطق آزمایشی باشه که اسرائیل از اون جاهایی که اشغال شده عقب نشینی کنه، الان حتی صحبت در مورد مناطق آزمایشی رو رد میکنه طرف اسرائیلی. هیچ انگیزه‌ای برای اسرائیل نیست تا به لبنان امتیازی بده. هیچ فشاری وارد نیست بر اسرائیل تا به دولت لبنان امتیازی بده. برای همین این مبهم بودن توافقنامه و طولانی شدن مذاکرات به نفع اسرائیله. یعنی چشمانداز مذاکرات همین، اگه ادامه پیدا کنه، مذاکرات بی ثمر با فشار نظامی اسرائیل، همراه با فشار نظامی اسرائیل برای اینکه بتونه امتیازات بیشتری کسب کنه از دولت لبنان. این مشروعیتی میده به اسرائیل. اسرائیل نیاز داره به این مشروعیت سیاسی از دولت لبنان، برای همین مذاکرات رو ادامه میده، فشار نظامی میاره به دولت لبنان تا این ادامه دار هست تا انتخابات کنیست. این یکی از عوامل متغیر هست که میتونه این فضای مذاکرات رو تحت تاثیر قرار بده و کلا شرایط لبنان. یکی انتخابات اسرائیل هست و دوم الان پرونده های منطقه به هم گره خوردن و تا زمانی که جنگ با ایران تعیین تکلیف نشده، جنگ در لبنان هم به نتیجه نخواهد رسید. این تا موقعی که این پرونده ایران، لبنان هم به همون صورت ادامه دار خواهد بود و چشمانداز خب ما الان مذاکرات. تلاشایی که می‌بینیم برای ایجاد اختلاف بین ارتش و مقاومت، اینا به کجا ختم میشه؟ به نظر من اسرائیل به این نتیجه رسیده که خلع سلاح مقاومت به واسطه نیروی نظامی اسرائیل امکان پذیر نیست، چون یک مقاومت یک پایگاه اجتماعی قوی داره. برای همین ما شاهد این هستیم که اسرائیلیا از سیاست زمین سوخته توی جنوب لبنان دارن استفاده میکنن. یعنی الان چه دلیلی داره که مثلا اسرائیل بیان یک قبرستان ها و مدارس و کتابخانه ها رو کلاً محو کنن از یه جایی؟ خب اینها نمیخوان مردم برگردن به روستاهاشون، چون میدونن این مردم طرفدار مقاومت هستن. اکثرا هم نه، حتی اگه 2 نفر برگردن به این روستا، 1 نفرشون حداقل طرفدار مقاومت خواهد بود و ایستادگی خواهد کرد در مقابل اشغالگری. برای همین رفتن سمت این سیاست و در ادامه یعنی بحث به این نتیجه رسیدن که گفتم با نیروی نظامی خودشون نمیتونن، میخوان که از داخل لبنان فشار بیاد رو حزب الله. یعنی از دولت لبنان فشار اجتماعی و اقتصادی روی پایگاه اجتماعی حزب الله صورت بگیره تا یعنی حزب الله به یک نقطه‌ای برسه و مردم به یک نقطه‌ای برسن که بگن ما مقاومت نمیخوایم، یا حزب الله بگه هزینه سلاح داشتن بیشتره. یعنی خب این مردم اینقدر تحت فشارن که من سلاحمو بدم. این چیزیه که اسرائیلیا به اون فکر میکنن. برای همین مذاکرات رو ادامه میدن با دولت لبنان تا دولت لبنان فشار بیاره رو حزب الله و مقاومت. درسته. البته همین کارو با غزه هم کردن که به هیچ نتیجه هم نرسیدن. بله دقیقاً. در حالی که مهمترین کار حکمرانان لبنانی در مقابل تجاوزات و نقض‌های مکرر آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی اینه که این موارد رو فقط تبیین و تشریح میکنن و در برخی موارد هم البته اونا رو محکوم میکنن. اخیراً نواف سلام از تخریب سیستماتیک توی جنوب لبنان خبر داده و از این وضعیت گلایه کرده. در چنین احوالی به نظر چشم صهیونیست‌ها به دنبال تحمیل معادله خودشون بر لبنان در سایه استمرار همین شرایط هستش. شرایطی که صهیونیست‌ها بتونن بدون تحمل هیچ هزینه‌ای همون اقداماتی رو انجام بدن
که در شرایط جنگی مستلزم تحمل هزینه‌های مادی و به ویژه انسانی بود. به نظر من نمیتوان از هیچ منطقه‌ای در جنوب لبنان که در آن حضور داریم دست کشید مگر اینکه تضمین‌های واقعی بگیریم، نه تضمین‌های بی‌ارزشی مثل یونیفیل که دیدیم به درد نمیخورد. ما نیازمند دریافت تضمین‌های جدی از آمریکا همراه با حضور نظامی آمریکایی در منطقه جنوب لبنان هستیم. فکر می‌کنم منطقه آزمایشی که الان دارند اجرا می‌کنند تجربه خوبی است. بگذارید بگویم چرا. 2 روز پیش ویدیویی دیدم از یک سرباز شیعه ارتش لبنان. او داشت چادرهای اهالی شیعه‌ای را که از جنوب لبنان کوچانده شده بودند جمع می‌کرد. چادرها را جمع می‌کرد و به بیرون از منطقه منتقل می‌کرد. بعد ساکنان شیعه پیشش آمدند و فریاد زدند تو شیعه‌ای، چطور خجالت نمی‌کشی؟ و او در پاسخ گفت من برای دولت کار می‌کنم و به کشور خدمت می‌کنم. این روحیه یا این پیام‌ها را 2-3 سال پیش نمی‌شنیدیم. این برای ما یک رویا بود. فکرش را هم نمی‌کردیم که چنین روزی محقق شود. فکر می‌کنم امروز ارتش لبنان دارد قدرتمندتر می‌شود و هر چه زمان بگذرد قوی‌تر هم خواهد شد. این که یک شیعه انتخاب کند در ارتش لبنان باشد و نه در حزب الله، آن هم دقیقاً به خاطر پول، یعنی حزب الله دیگر نمیتواند چند برابر حقوق سربازان شیعه در ارتش لبنان را بپردازد، چون امروز حزب الله پول ندارد. در گذشته حزب الله چند برابر حقوق سرباز ارتش لبنان به نیروهایش پرداخت میکرد. به همین خاطر شیعیان دیرتر به ارتش لبنان میپیوستند. به نظر میرسد دیدگاه این سرباز شیعه دیدگاه یک سرباز طرفدار حزب الله نبوده. به همین خاطر هم به خاطر پول به ارتش لبنان رفته و برای جمع کردن چادرهای اهالی شیعه هم مشکلی ندارد. دیدن همین یک ویدیو در سراسر لبنان کافی است تا اوضاع تغییر کند. این همان چیزی است که الان در لبنان می‌گذرد. شما این تفسیر رژیم صهیونیستی از وضعیت ارتش لبنان رو قبول داری؟ خب نه، این واقعی نیست. یک حالت رو نمیشه تعمیم داد به صورت کلی. و اینکه یک چیزی رو که اسرائیلی ها یعنی درک نکردن و نفهمیدن هنوز، خب این ترسشون به خاطر اینکه ارتش لبنان یک ارتش چند طایفه‌ای هست با گرایش‌های مختلف و همیشه این صحبت و این ترس توی اسرائیل وجود داره که اگه فشار بیارن روی ارتش برای خلع سلاح حزب الله، ارتش از هم میپاشه، چون یه تعداد زیاد شیعه یا حتی طرفدار مقاومت از مذاهب مختلف هستن که حاضر نیستن سلاح ملی ارتش لبنان رو بگیرن به سمت یک طرف لبنانی، بله، و هموطن خودشون. این ترس همیشه وجود داشته. به نظر من این تحلیلی که ما الان دیدیم چون یک قسمتی از رویاهای خودشون رو دارن میبینن، دارن تعمیم میدن، در حالی که واقعیت اینه که هنوز حزب الله تصمیمی نگرفته برای این کار. یعنی وضعیت به اون حدی نرسیده که حزب الله از مردم بخواد وارد خیابانها بشن برای مثلا ساقط کردن دولت یا حکومت یا هر کار دیگه، حتی برای مثلا راهپیمایی هنوز دعوت نکرده. ولی خب شکی نیست در لحظه‌ای که مثلا ارتش تغییر عقیده بده یا بخواد وارد خلع سلاح حزب الله بشه، این فروپاشی حتما صورت میگیره. ولی تا الان ارتش لبنان خیلی ملی گرایانه عمل کرده. حتی حضورش توی مذاکرات متفاوت بوده با حضور سیاسیون، یعنی سیاستمدارای لبنان، از جمله مثلا سفیر لبنان در آمریکا یا کسای دیگه. یعنی مثلا چند تا مورد بوده که قبول نکردن به صورت مستقیم با اسرائیل صحبت کنن، با حضور میانجیگر صحبت کردن. این نشون دهنده اینه که باز هم ارتش لبنان کاملا در فضای سیاسی لبنان قرار نگرفته. یعنی به اون صورت کاملا این که وارد بازی سیاستمدارای لبنانی بشه نشه. و دلیل اصلیش این که رئیس ارتش میدونه که سربازهایی که داره و نظامی هایی که داره قسمت زیادشون طرفدار مقاومت هستن، شیعه هستن و موافق نیستن با این کار. برای همین همیشه سعی میکنه که هم سیاستمدارا رو راضی کنه، هم دولت رو کمی راضی کنه و هم از اون طرف چی میگن با خشونت زیاد با مقاومت رفتار نکنه. یعنی همیشه یه هماهنگی هایی، یه راه وسطی گذاشته. بله، یه راه وسطی همیشه باز باشه. غزه، کرانه باختری و انتخابات رژیم صهیونیستی این روزها به شکل ویژه‌تری بر روی ویترین توجهات افکار عمومی و منابع و محافل رسانه‌ای صهیونیست‌ها قرار دارند.
مبتنی بر آخرین نظرسنجی‌ها توی سرزمین‌های اشغالی، همچنان فاصله معنادار میون نتانیاهو و رقبای انتخاباتیش وجود داره. ادامه این وضع از اون جهت که تهدیدی سیاسی برای استمرار بیش از 20 سال حکومت نتانیاهو حتما برای اون قابل تحمل نخواهد بود و بر همین اساس انتظار ایجاد بحران جدیدی توی منطقه از ناحیه نتانیاهو برای تثبیت موندگاریش در قدرت دور از ذهن به نظر نمیرسه. اگر انتخابات اسرائیل امروز برگزار شود، نقشه کرسی‌های کنیست به این شکل خواهد بود: حزب یش عتید به رهبری آیزنکوت با 23 کرسی بزرگترین حزب می شود. لیکود به رهبری نتانیاهو با توجه به جنجال‌های اخیر بر سر مستحکم سازی کرسی‌ها یک کرسی از دست می دهد و به 21 کرسی می رسد. بنت همچنان سقوط می کند و به پایین‌ترین حد خود، یعنی فقط 12 کرسی می رسد. حزب دموکرات‌ها به رهبری یائیر گولان 11 کرسی خواهد داشت. لیبرمن فقط 10 کرسی میگیرد، در حالی که یهدود هاتورا و اوتسما یهودیت به رهبری بنگویر هر کدام 8 کرسی به دست میآورند. شاس نیز با 7 کرسی باقی میماند. ائتلاف جبهه و تغییر هم مانند هفته قبل با 6 کرسی. حزب صهیونیسم دینی به رهبری اسموتریچ 5 کرسی میگیرد و همچنین فهرست متحد عربی 5 کرسی به دست میآورد. حزب بیت صهیونی به رهبری هاندل و تروپر این بار از 100% نصاب میگذرد و 4 کرسی میگیرد. اما زیر خط نصاب آرادان، آدلشتاین، حزب تجمع و حزب کهولابن به رهبری گانتس قرار میگیرند. این تصویر کنونی بلوک‌های کنیست است. بلوک اپوزیسیون به رهبری آیزنکوت 56 کرسی میگیرد و با احتساب حزب هاندل و تروپر به 60 کرسی میرسد. بلوک ائتلاف به رهبری نتانیاهو 49 کرسی خواهد داشت و ائتلاف میانه با احزاب عربی 11 کرسی. اما در مورد نخست وزیری فاصله بیشتر شده. آیزنکوت 47% از نظرسنجی ها را به خود اختصاص داده، در حالی که نتانیاهو به 34% سقوط کرده است. اما در نگاه رقبای نتانیاهو اون چه مهم و بلکه مهمترین مسئله است نه خود انتخابات که زیر کشیدن نتانیاهو از کرسی نخست وزیریه. بر همین اساس هم هست که هرچه در مواضع נתניהו و رقبای اون بیشتر دقت میشه، کمتر اختلافات استراتژیک میون مواضع و دیدگاه‌های اونا مشاهده میشه. تخنیک של ملدینوف طرح 15 ماده‌ای میلادینوف مستلزم برچیدن توان نظامی حماس است و تنها پس از آن ارتش اسرائیل از مناطقی در نوار غزه خارج می شود. بنابراین ارتش اسرائیل باید تا زمان از کار افتادن قدرت حماس و خلع سلاح آن در آنجا بماند. این همان هدف جنگی بود که من در آن شریک بودم، یعنی نابودی توان نظامی و حکومتی حماس. تا زمانی که این هدف محقق نشده، پیروزی مطلق وجود ندارد. بنابراین ماندن ارتش در غزه الان به نفع اسرائیل است. ارتش اسرائیل نباید تا زمانی که حماس برچیده شود از غزه خارج شود. باید کل نوار غزه خلع سلاح شده و افراطگرایی از آن ریشه‌کن شود. اما طرح بازسازی غزه باید با سختگیری تمام اجرا شود. در ماجرای غزه دروغ‌هایی به من نسبت داده شد. اینها دروغ‌های نتانیاهو و وزیران لیکود است. من از آنها می‌خواهم پرونده‌ها را باز کنند. اگر هم نمی‌خواهند باز کنند، در رسانه‌های اسرائیل علنی کنند که حقیقتاً چه کسی به اشغال نوار غزه رأی داده است. تازه آن موقع معلوم می‌شود که وزرای افراطی مخالف آن رأی دادند، در حالی که من همراه با گانتس و گالانت بودم و ما محرک‌های اصلی جنگ در غزه بودیم. نظرتون انتخابات همینجوری قراره پیش بره یا اینکه حالا احتمال میده که تغییراتی صورت بگیره توش؟ خب الان آمارها رو ما دیدیم توی این گزارش ها. یه چیزی که حالا باید توضیح بدیم اینی که توی انتخابات اسرائیل کنیست 120 کرسی آراء هست. یک حزب باید 61. بله 61 حداقل 61 کرسی به دست بیاره تا بتونه حکومت تشکیل بده. برای همین عدد 61 عدد مهمیه. و اینکه خب ما قبلا خیلی شاهد این بودیم که خیلی از حزب‌ها مثلا رأی می آوردن و سعی می‌کردن یک ائتلافی تشکیل بدن برای حکومت، ولی وقتی که این ائتلاف ناهماهنگ نیست، خب حکومت عمرش کوتاه میشه. برای همین مثلا ما در سالهای قبل اینو داشتیم که 5 دوره انتخابات توی اسرائیل برگزار میشد. الان نتانیاهو خب نیاز داره به ائتلاف سازی، آیزنکوت هم نیاز داره به ائتلاف سازی. یعنی الان هنوز ائتلاف اپوزیسیون الان توی گزارش که دیدیم دارن پیش بینی میکنن که این احزاب میتونن با هم ائتلاف بکنن و 59 رای مثلا 59 کرسی به دست بیارن. ولی خب ائتلاف اپوزیسیون هنوز شکل نگرفته، هنوز با بنت به تفاهم نرسیدن.
برای همین به نظر من توی انتخابات در آینده ممکنه تغییراتی صورت بگیره. این رو هم نباید فراموش کنیم که نتانیاهو هنوز میتونه از اون، چون هنوز در حال حکومترانی هست، میتونه از اون پرونده های بازی مثل ایران، لبنان و غزه استفاده کنه و یعنی رد پیشنهاد 15 بندی طرح صلح غزه هم در همین راستاست که نتانیاهو میخواد این رو برای مصرف انتخاباتی بگه که من در غزه همچنان در حال ادامه دادنم. این مثلا بهش کمک میکنه توی ائتلاف با بنگویر و سموتریچ. اینا احزابی هستن که مخالف خارج شدن از غزه هستن. این یک نمونه از یعنی استفاده از صحبت‌ها و از کارهایی که الان میتونه نتانیاهو انجام بده برای اینکه اون درصدها رو عوض کنه. و خب به نظر من انتخابات هرچی جلوتر میره انتخابات نزدیکتری خواهد بود نسبت به این آماری که ما الان دیدیم و نتایجش کاملا نامشخصه. خب چرا هیچ کس تغییر رژیم رو با تغییر افراد روی کرسی قدرت باور نمیکنه؟ خب یه سری مسائلی هست که جامعه اسرائیل متفق القول هستن در موردش. یعنی حتی الان وقتی مثلا دیدیم آیزنکوت که مخالف هست در مورد غزه، مثل نتانیاهو صحبت میکنه که ما میخوایم اونجا بمونیم و اونجا رو اشغال خواهیم کرد. یا مثلا وقتی که در مورد لبنان صحبت میشه یا در مورد ایران، اینها همه متفق القول هستن. یا مورد مهمش خیلی کرانه باختری هست. کرانه باختری مورد اختلاف احزاب اسرائیلی نیست و همه متفق القول هستن، موافق همدیگه هستن که ما باید کرانه باختری رو ضمیمه کنیم. برای همین از لحاظ استراتژیک و راهبردی خیلی به هم نزدیکن این احزاب و اختلافاتشون توی مسائل جزئی تر، توی روش‌ها و توی سیاست‌های داخلی بیشتر نمایان میشه. یعنی منظور شما اینه که رقبای نتانیاهو باید سر این چیزا مانور بدن، درسته؟ خب یعنی تمرکزشون سر این همین مسائل الان تو انتخابات. تمرکز مخالفای نتانیاهو بیشتر روی 2 تا پرونده است. یکی 7 اکتبر. خب اون موقع نتانیاهو توی قدرت بوده، مسئولیت 7 اکتبر رو میذارن روی گردن نتانیاهو و حتی اتفاقاتی که بعد از اون افتاده، یعنی شکست‌های پی در پی. یعنی الان اپوزیسیون چیزی که به نتانیاهو میگه اینکه خب اولا 7 اکتبر رو به درستی مدیریت نکرد، جبهه‌های زیادی باز کرد و توی این جبهه‌ها توی هیچ کدوم کامل به پیروزی نرسید. نه غزه رو تموم کرد، نه لبنان، نه یمن، نه ایران. و خب اینها یکی از چیزهایی هست که اپوزیسیون یعنی به رخ نتانیاهو خواهد کشید. یه موضوع دیگه داخلی هم که خیلی مهمه، معافیت حریدی‌ها. بله، از سربازی هست. این موضوع خیلی مهمه چون یه سری احزاب حریدی هستن. اینها احزاب حریدی کسایی هستن که خب تورات میخونن، دروس دینی دارن و یه دادگاه عالی توی اسرائیل گفته که این حریدی ها معافیت ندارن، یعنی هیچ قانون معافیتی وجود نداره و باید اینا خدمت کنن. نتانیاهو چون با حریدی ها ائتلاف داشت، یه قانونی رو تصویب کردن که آقا حریدی هایی که از سربازی فرار کردن، اینا از لحاظ قانونی پیگیری نمی کنن وضعیتشون رو. اما حریده ها خواهان چی هستن؟ اونا یه معافیت کامل میخوان و میگن که نتانیاهو انتظاراتشون رو برآورده نکرد، براشون معافیت کامل نیاورد. برای همین جدا شدن احزاب حریدی از ائتلاف نتانیاهو میتونه براش گرون تموم بشه. ولی در مقابل احزاب لیبرال و دموکرات توی اسرائیل مخالف معافیت حریدی ها هستن. میگن که همه برابر هستن و همه باید توی ارتش یعنی توی نظام وظیفه و سربازی خدمت کنن. این یکی از موارد داخلیه که میتونیم ببینیم چجوری اپوزیسیون و ائتلاف حاکم با هم اختلاف دارن. بسیار خوب. در حالی که صهیونیست‌ها پروژه‌های شهرک‌سازی در کرانه باختری رو با سرعتی بسیار بالا پیگیری می‌کنن، اما شهرک‌نشین‌ها هم تلاش می‌کنن تا از قافله شکنجه و آزار و اذیت فلسطینی‌ها و عذاب دادن اونا کوتاهی نکنن. این یگانگی در عمل بیش از هر چیز بر روی اجبار مردم به کوچ از روستاها و شهرهاشون در کرانه باختری متمرکزه. ماجرایی که این روزها در قصره صورت گرفت
در حالی با سکوت و بیعملی ارتش و سیاستمدارای صهیونیست مواجه شد که مسئله رأی آوری توی انتخابات اون هم در سایه فلسطینی آزاری و فلسطینی کشی در داخل سرزمین‌های اشغالی حرف اول و آخر رو میزنه. در حال حاضر در کرانه باختری 120 شهرک تایید شده وجود دارد که از افی بلوت فرمانده منطقه مرکزی مجوز گرفتند. افزون بر این 100 شهرک غیرقانونی دیگر هم هستند که با این حال از حمایت ارتش اسرائیل برخوردارند. بلوت عملاً حاکم مطلق آنجاست، همان کسی که هفته پیش از کتک خوردن یک کودک اسرائیلی به دست شهرک نشینان چشم پوشی کرد. بلوت این روزها خیال می‌کند که قرار است رئیس سازمان اطلاعات شود یا چیزی شبیه به آن. به همین علت است که نمی‌خواهد 50 شهرک نشینی را که به روستای قصر حمله کرده و آنجا را چند روز است که محاصره کرده اند از آنجا بیرون کند. ماجرا تقریبا همین است. آقای سماوی، میشه قدری با جزئیات بیشتر بهمون بگین در مورد اتفاقی که توی قصر افتاد و البته این ربطی داره به کوچاندن فلسطینی از کرانه باختری؟ اتفاقی که توی قصر افتاد این هست که خب یه شهرک نشین هایی رفتن اونجا یه سازه هایی رو ساختن در یعنی راه 3 تا خونه فلسطینی، خب و اون راه رو بستن، آب و برق و یعنی گاز رو بستن به روی اون خونه ها و عملا اون خونه ها توی محاصره قرار گرفتن. یعنی حتی اون خونه های دختر 2 ساله مریضی هست که اجازه نمیدن، اصلا شهرک نشینا اجازه ندادن که این دختر مریض به بیمارستان بره یا درمان دریافت کنه. خب یه جزئیاتی هم هست توی این اتفاق، اینکه یکی از خونه ها مال یک تاجر فلسطینی هست که برادرش، یعنی برادر یه تاجر فلسطینی که شناسنامه آمریکا داره، تابعیت آمریکا داره و این باعث شد که حالا آمریکا ورود کنه به این قضیه. ولی این همونطور که شما گفتید در مورد کوچاندن فلسطینیا، این یه روش سیستماتیکی هست که از سالهای سال حتی قبل از تأسیس اسرائیل در سال 1948 صورت می گرفت. این که شهرک نشینا میرن یه خشونتی انجام میدن، وضعیت از کنترل خارج میشه، ارتش اسرائیل وارد میشه که مثلا اونجا رو کنترل کنه و عملا اونجا به یک یعنی خشونتی منجر میشه و عملا بعد این مدت کنترل میفته به دست پلیس اسرائیل و اون منطقه میشه زمینه قانون مدنی اسرائیل. و یک کار دیگه هم که هست کوچاندن اجباری هست، یعنی عملا نمیان مثلا خونه رو تحت تصرف قرار بدن ولی اون جا رو برای خانواده ها و کسایی که دارن زندگی میکنن غیر قابل زندگی میکنن، یعنی دیگه قابل زیست نیست، بدون آب و برق مجبور بشن خونه هاشون رو ترک کنن و وقت خونه هاشون رو ترک کنن میگن که بله این خونه ها خالیه و این شهرک نشینا میان وارد این خونه ها میشن و این اتفاق همیشه داره تکرار میشه. ما الان شاهد قصرا هستیم، ولی خب ما برگردیم حتی به چند سال پیش حی شیخ جراح یا محله شیخ جراح، یه سری اتفاقات اینجوری هم افتاد و خیلی جاهای دیگه که خب متاسفانه اینقدر تکرار میشه که در حافظه مردم نمیمونه. الان شاید یک مدت افکار عمومی متوجه این قضیه بشه ولی خب دوباره یک جای دیگه تکرار خواهد شد و به طور سیستماتیک این ادامه دار هست و همیشه شاهد این بودیم. خب ممکنه این اتفاقی که افتاد به انتفاضه جدیدی حالا بکشه توی کرانه باختری؟ یعنی صهیونیست‌ها واقعا ترس ندارن از این مسئله؟ یه مسئله مهمی هست که ما میتونیم بیشتر در موردش صحبت کنیم، فهم کرانه باختری هست. کرانه باختری روشی که اومدن باهاش با کرانه باختری یعنی چی میگن اجرا کردن از زمان معاهدات اسلو به 3 منطقه تقسیم کردن کرانه باختری رو. خب 60% کرانه باختری تحت حاکمیت مدنی و امنیتی اسرائیل هست کلاً. یه 22% کنترل مدنی فقط با تشکیلات خودگردان فلسطینی هست و از لحاظ امنیتی یعنی هم بله رژیم صهیونیستی هست. فقط 18% کرانه باختری هم کنترل مدنی تحت تشکیلات خودگردان و امنیتی مشترک هست، یعنی هم فلسطین و هم اسرائیل. شهرک سازی و شهرک نشینا میان بین این مناطق شهرک سازی میکنن و اکثرا
این باعث میشه که شهرهای فلسطینی از هم جدا بشن. شهرهایی که اکثریت فلسطینی داره و عربی داره اینا از هم جدا بشن، باعث میشه که یعنی میخوان اگر هم انتفاضه‌ای صورت بگیره تأثیرش کم باشه، قابل کنترل باشه، مثل یک مجمع الجزایری باشن این فلسطینی ها اونجا دارن زندگی میکنن. اکثر این شهرک نشینی و شهرک سازی که الان داره انجام میشه توی اون 60%، برای همین از حمایت کامل ارتش اسرائیل شهرک نشینا برخوردارن و بعداً وقتی پلیس اسرائیل وارد میشه عملاً تحت کنترل مدنی و قانونی اسرائیل میشه بله اون منطقه. سال گذشته به تصریح وزیر مسکن راستگرای افراطی رژیم صهیونیستی پر رونق‌ترین سال ساخت شهرک‌های صهیونیستی توی کرانه باختری و در طول عمر این رژیم بود. سموتریچ هم البته امسال اعلام کرد برنامه وزارتخانه‌اش راه اندازی یک انقلاب شهرک‌سازی توی سرزمین‌های اشغالی اهم از کرانه باختری، غزه و حتی لبنانه. اینها همگی یعنی اون که ماجرا قطعاً به انتخابات و همچنین محدوده جغرافیایی کرانه باختری ختم نخواهد شد. من توییت وزیر دفاع را پیش از اعلام نامزدیش برای انتخابات مقدماتی دیدم. او به خود می‌بالید که دستورهای بازداشت اداری علیه یهودیان افراطی را لغو کرده. نه به خاطر اینکه این دستورها بی‌اثرند، بلکه چون از نظر انتخاباتی برخورد با جماعت افراطی به ضررش تمام می‌شوند. اسموتریچ هم افتخار می‌کند که در بخش‌های غربی و شرقی کرانه باختری برای فعالیت شهرک‌سازی آزادی کامل وجود دارد. این رفتار عملاً قانونی سازی شهرک‌های غیرمجاز است و فقط به عملکرد ارتش محدود نمی‌شود، بلکه وزرا هم در آن نقش دارند. سوال آخر من در مورد غزه است. نتانیاهو اخیراً دبه کرده و گفته که من طرح توافق 15 بندی ترامپ رو اجرا نمی‌کنم مگر اینکه خلع سلاح سنگین و سبک حماس توی نوار غزه صورت بگیره. ماجرا چیه؟ خب اتفاقی که افتاد همونطور که شما گفتید واقعا نتانیاهو دبه کرده سر این قضیه و حالا تفسیری که آمریکایی‌ها دادن چون واکنش خیلی شدیدی ندادن به این قضیه، چون میدونن نزدیک انتخابات هست و احساس میکنن که نتانیاهو شاید برای مصرف انتخاباتی این حرف ها رو زده. البته اتفاقی که الان داره میفته توی قضیه 15 بند، وقتی اسرائیل میگه تا خلع سلاح کامل حماس و یعنی خلع سلاح واقعی، به این معنی هست که اونها همیشه سعی میکنن توافقنامه ها و همه چی به صورت مبهم باشه، کلی باشه، زمانبندی نداشته باشه. این باعث میشه یعنی همیشه بهانه کار نظامی و اقدام نظامی رو داشته باشن. یعنی الان وقتی میگن تا خلع سلاح کامل، یعنی الان مثلا در سلاح سبک چیه اون وقت؟ سلاح سبک چون چی دیگه دستشون نمیمونه، درسته؟ بله، اونها نمیخوان حتی حماس مثلا، چون حماس کنترل فرزند پلیس غزه رو داره، امنیت داخلی غزه رو داره، اونها نمیخوان حتی این هم وجود داشته باشه. نمیخوان حماس حتی توی اداره شهر غزه وجود داشته باشه، حتی به لحاظ مدنی نه نظامی. میخوان کامل خلع سلاح. این در مقابل صحبت‌های خب حماس هست که خود حماس هم گفته فقط اسلحه‌های سنگین رو تحویل میده و اسلحه‌های سبک رو تحویل نمیده و اون هم نه به اسرائیل بلکه به یک کمیته فلسطینی. خب چیزی که اسرائیلی ها میخوان از این صحبت و حالا دبه کردن نتانیاهو این هست که حضور نظامی اسرائیل و اشغال، چون الان 70% غزه تقریبا تحت اشغال اسرائیلی ها هست، میخوان این ادامه دار باشه تا بعداً به شهرک نشینی و شهرک سازی یعنی منجر بشه، حالا بعدها هم این ملحق بشه. همون اتفاقی که شما الان ما جولان رو ببینیم میتونیم ازش درس بگیریم. این رسما تو سازمان ملل جولان اشغال شده است، یعنی از سوریه اشغال شده است. الان 50-60 سال میگذره از اون داستان، ولی خب الان شاهد این هستیم که آمریکا، حالا کلمبیا اضافه شده و به عنوان سرزمین‌های اسرائیلی از جولان یاد میکنه. قبلا هم جولان همینطور بوده. اونجا بعضی مردم سوری مقاومت کردن، شهرک سازی ادامه پیدا کرد. بعد سالهای سال الان اسرائیل میگه که جولان اسرائیلی هست و ملحق کرده به سرزمین‌های خودش. در مورد کرانه باختری، غزه، جنوب لبنان، جنوب سوریه حتی این روند مشهوده و خب میتونه قابل پیش بینیه. بله کاملا قابل پیش بینیه، چون سیاست‌های اسرائیل
دقیقاً همین بوده از زمان شکلگیری حتی قبل شکلگیری و تا الان هم ادامه داشته. آقای مرتضی سماوی، تحلیلگر سیاسی، خیلی ممنونم از حضورتون. خواهش می‌کنم. تشکر می‌کنم از همکارانم. بینندگان گرامی، سپاسگزارم که همراه ما بودید. برنامه نبض عبری به پایان رسید. تا برنامه دیگه، خدا نگهدارتون.